حالا همین در جایگاه ما یک روز پیش از این اکثر هم قبرستان ها به زیارت قبر ها میرن. درباره همین گپ میزدید مطلب درست است فعل است پیش از و عید یک سوال دیگه. مخصوصا بله مخصوص یک روز پیش از این بعضی ها بعد از نماز بامداد و بسیاری ها بعد از نماز عصر. برای پیش از عید یک روز پیش مخصوصا برای زیارت قبر رفتن من یگان دلیل نمیدونم که قرآن یا حدیث مخصوصا روز عرفه، یعنی یک روز پیش از عید قربان، به زیارت قبرستان مخصوصا امر کرده باشد. آن چیزی که وارد شده است و ما میدانیم این عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره. شما قبرها را زیارت کنید و قبرها حیات آخرت را به خاطر می آورد. وقتی آدم به قبر میرد میگوید که همین آدم ها دیروز در همین دنیا زنده بودند، من اینا امروز نیستم. خود همون دعای وارد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که السلام علیکم دیار اهل المؤمنین انا ان شاء الله بكم للاحقون یرحمنا و یرحمکم الله. السلام علیکم دیار اهل مسلمان ها، مؤمن ها، ما هم زود است که به شما می پیوستیم. شما از ما پیشتر آمدید، به نزدیکی ما هم به نزد شما می آییم، الله ما و شما را رحم کند. یعنی این دعاها و این زیارت اصلا حیات آخرت را به خاطر می آورد، قلب انسان را ملایم می کند و این فایده دارد و موافق مقصود شریعت است. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم، آگاه باشید اکنون یعنی این حکم منسوخ کننده آمد. فزوروها، زیارت قبر کنید، پیش من کرده بودم اکنون زیارت کنید. فإنها تذکرکم الاخره، چون علتی زیارت قبرستان این است که قبر حیات آخرت را به خاطر می بیارد. یعنی در قبرستان لیکن کارهای شرک و از مرده ها یاری طلب کردن و شمع درگرانیدن و گل ماندن و عادت نصارای و آتش پرستا را نکند. همین خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمده زیارت میکرد، یعنی میخواد زیارت کرده برایت.